خبرگزاری رسمی ایران ایرنا روز 12 اپریل نوشت که محمود احمدی نژاد همراه با حامد بقایی و اسفندیار رحیم مشائی به ستاد انتخاباتی در وزارت امور داخلی آن کشور حاضر شد. احمدی نژاد در حال برای اشتراک در انتخابات آینده پرزیدنتی در ایران خود را ثبت نام کرد که ماه سپتامبر سال گذشته رهبری عالی جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای از او خواسته بود تا نامزدیش را در این انتخابات نگذارد. آقای خامنه‌ای گفته بود شرکت نکردنش به نفع خود اوست و اگر در انتخابات اشتراک کند باعث به ایجاد فضای دودستگی در ایران خواهد شد. خود محمود احمدی نژاد نیز روز 4 اپریل امسال در شهر تهران و در نخستین نشست خبریش در 4 سال اخیر گفت من برنامه‌ای برای ریاست جمهوری ندارم. بنده از آقای بقایی به عنوان نامزد اصلی حمایت خواهم کرد. انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز 19 می برگزار می شود و باید نامزدها از 11 تا 15 اپریل ثبت نام شوند. طی 2 روز گذشته بیش از 100 نفر برای اشتراک در این انتخابات خود را ثبت نام کردند. محمود احمدی نژاد در تابستان سال 2005 رئیس جمهوری ایران انتخاب شد و تا سال 2013 ریاست جمهوری اسلامی را به عهده داشت. وی زمانی به کرسی پرزیدنت ایران نشست که میر شهر تهران و فردی نچندان شناخته بود. او عنوان نامزد علم در عرصه نقلیات را دارد و قبل از کریر سیاسیش در دانشگاه درس می‌گفت.